وقتتون بخیر باشه دوستان. کوک ویولون 4 تا سیم: می، لا، ره، سل. که سیم اول ای، سیم دوم ای، سیم سوم دی و سیم چهارم هم جی باید نوشته باشه توی تیونر. خب این گوشی ها برای اینکه ماهی یکی دو پرده فاصله داره، یعنی سیم خیلی کوک نیست، ما از این گوشی استفاده میکنیم. و از این تاندورا هم به خاطر زمانی که دیگه کوک پایانی یه ذره حال سیم بالا پایینه از این استفاده میکنیم. و بهترین اپلیکیشنی که برای ویولون من استفاده میکنم اینه. حالا واضح اپلیکیشنی که برای کوک ویولون من بهتون توصیه میکنم. البته معمولا خب من از راه گوش کوک میکنم خودم تقریبا نه دقیقاً. و اینکه من اینجا رو میارم روی تیونر، خب برای تیون کردن. الان مثلا روی سیم می اول که بزنم الان ای نوشته اینجا. خب ببینید با همین انگشت میزنیم روش. حالا یه ذره زیاده، ببینید رد کرد از این وسط، از این محدود سبز. من با همین تاندور پایین میتونم شلش کنم ذره. آها سبز. اوکی. سیم دوم لا بعد ای بنویسه. با همین بازم من با همین سبز شد دوباره این سیم. خب سیم سوم ر بعد دی بنویسه. تو محدودش یه ذره میتونم شلتر کنم. و سیم چهارم سل بعد جی بنویسه. الان یه ذره خطا داره گیر کرده روی ای قبلی. آها ما که خطا میکنه خب یه چند بار که میزنیم الان سل. بله یه ذره کمتره. بله به این شکل. پس می ای لا ای ر دی و سلم که چیه. و اگه سوالی هم بود بازم تو کامنت ها میتونید از من بپرسید عزیزان.